سلام همگی، اسم من نفوس هست. مرسی که تو این پیج اومدیم. ما اینو ساختیم برای اینکه به مردم اطلاعات راجع به بیمه بدیم. چه بیمه هایی داریم، اصلا برای چی باید بیمه بگیریم و خیلی سوالای دیگه. من یه دوستی دارم اسمش طیبه است. ازشون خواهش کردم به یکی یکی سوالای ما جواب بده. اولین سوالم اینه که چرا مردم باید بیمه بگیرن و بیمه چه منفعتایی داره براشون. ببینیم چه جوابی میشنویم. به نظر من یکی از تصمیمات مهمی که ما میتونیم بگیریم برای خودمون و خانوادهمون سرمایه گذاری تو بخش بیمه هستش. خب هممون آگاه هستیم که حوادث و بیماری های سخت غیر قابل پیش بینی هستن و اون بیمه هستش که حداقل استرس مالی رو کم میکنه در این مواردی که یک حادثه یا یک بیماری سخت برای ما اتفاق افتاده. درسته که الان این یک هزینه‌ای هست تو زندگی که ما خودمون براش برنامه‌ریزی میکنیم، اما باید در نظر بگیریم که اگه مشکلی پیش اومدش مسلماً این سرمایه گذاری بیاد به کمکمون و از ما محافظت میکنه. پس به فکر خودتون باشید و برای خودتون بیمه مناسبی تهیه کنید. متشکرم. مرسی طیب جان بابت جوابی که دادی. حالا سوال بعدی رو توی ویدیو بعدی ازتون میپرسم. شما که بیننده هستین و ما نگاه میکنین، مرسی که وقت گذاشتین. اگه سوالی یا پیشنهادتون تو قسمت کامنت رو برام بذارین، خوشحال میشیم. از پاس با جوابتون میدیم. اگر دوست دارین که ما یه مشاوره رایگان 30 دقیقه‌ای داشته باشید، لینکی ما گذاشتیم تو بایومون کلیک کنید و اون ساعتی که میخواین برای خودتون سیو کنید. میبینیمتون توی ویدیو بعد.